دختر هیولا الان تقریبا داره فکر کنم 6 ماه میشه که من درگیر پیدا کردن کار ثابتم. باورم نمیشه اتفاقایی که تو این مسیر برام افتاده اصلا عجیب غریبه. 6 ماهه که انواع تجربه های مختلف رو تو محل کار مثل پول ندادن، تعدیل شدن، اخراج اجباری یعنی استعفای اجباری و همه اینا رو تجربه کردم در تلاشم واقعا برای پیدا کردن یک کار. الانم که جنگ شد خدا رو شکر. مسیر از کجا شروع شد برای من؟ بذار از نقطه اولش بگم. تقریبا میشه گفتش که 1 سال خورده پیش 2 سال پیش توی یه شرکتی داشتم کار میکردم که شناخته شده است و حقوق خوبی داشت اما شرایط کاری واقعا مزخرفی داشت. اذیت زیاد میکردن، داد میزدن، مدیرش لیوان میشکون، یهو عصبی میشد لیوان پرت میکرد. ولی خب با من خوب بود اما شرایط خیلی برام متشنج بود و نمیتونستم تحمل کنم این رفتارا رو توی محیط کار. از اون طرفم من نقطه استارت کارم از تولید محتوا خورد و اون موقع یه کانتنت رایتر بودم که داشت سئو هم کار میکرد. ولی یه چیزی درونم اینطوری بودش که دلم میخواد برم جلوتر، دلم نمیخواد تو کانتنت بمونم، دوست دارم برم یه لول بعدی و برای من تعریفش یه لول بعدی سئو بود. دوره‌های مختلفی رو گرفتم، پولامو جمع کردم، دوره میگرفتم، دوره میدیدم، در کنار کانتنت سئو انجام میدادم تا اینکه از یه شرکت دیگه که یکی از دوستام اونجا مشغول به کار بود بهم زنگ زدن که بیا برای مصاحبه. حالا بعداً جزئیاتش رو میگم، خیلی هم دردسر داشت اون مصاحبهش. شروع به کار کردم. اونجا سرپرست یا مدیری نداشتیم چون اون اصلا واحد برای دیجیتال نداشتن و ما زیر مجموعه واحد آیتی بودیم که حالا یه روزی مدیر عاملا تصمیم میگیرن که برای ما یه مدیری بیارن. داستان از اینجا شروع میشه. مدیری میارن برای ما که برای من از روز اول خیلی عجیب بود چون مدیر دیجیتال مارکتینگ بود و سر سوزنی راجع به دیجیتال مارکتینگ نمیدونست. حالا شما فکر کن ما چه چالش هایی با ایشون داشتیم. یک چیز دیگه ای میخواست، یک جور دیگه ای میگفت که حتی یک جا نظر بودش که ما یک مثلا ضرر پولی پیش بیاد به خاطر این اشتباهی که میگفت. اولش ولی خیلی آدم نایس و خوب و درک بکنی و من میکرو منیج نیستم و اینا. با این شروع شد. دختر هیولا اصلا نمیتونم رفتاراشو بگم. خیلی خیلی گستاخ، بی‌ادب، بچه، لجباز، قهر میکرد. اینجورم مرد تو مدیری مثلا. من اون آقا یه جای حالا اختلاف نظر خوردیم به خاطر اینکه هم خیلی فراموشکار بود هم خیلی چالش‌هایی ایجاد میکرد و من ازشون خواستم که این چالش ها رو واقعا مدیریت بکنن و خب بهشون برخورد، قهر کرد، جواب نمیداد. سعی میکرد تسکای فضایی رو زیاد بهم بده که من مثلا بذارم برم از اونجا دیگه. حالا خلاصش من رفتم از اونجا و اون دوستم هم پشت من در نیومد. اینو داشته باش، حالا بعداً راجع به این دوستمون یه روزی صحبت میکنیم. من از اونجا رفتم و چند تا مصاحبه انجام دادم، اکثرا خب بهم اوکی دادن ولی بین 2 تا شرکت خیلی خوب گیر کرده بودم که کدوم انتخاب کنم. به جای شرکت A شرکت B رو ما انتخاب کردیم. محیط خوب، مدیر خوب، همکارای خوب که من هنوز یکی از بهترین دوستام شدن این همکارا و واقعا روزای خوبی رو داشتیم. اما اونجا هم یه سری مشکلات مدیریتی پیش اومد و متاسفانه تعدیل شدیم. سورپرایز. و دوباره شروع کردم به دنبال کار گشتن. رفتم یه جای دیگه، یه جا حقوق نمیدادن، یه جا شرایط کاری خیلی مثلا اسفناکی داشت و این شدش که حالا نمیرفتم فریلنس بودم. این شرایط رو میگذرونیم تا اینکه
خانم آقایی که شما باشین. من تقریبا کمتر از 1 ماه پیش وارد شرکت دیگه شدم که اینجا حالا یه تعدادی از افراد رو میشناختم از قبل، باهاشون کار کرده بودم، محیط خوبی بود، همه چی اوکی بود تا اینکه جنگ شد و فعلا وضعیت کارمون معلقه تا تکلیف جنگ معلوم شه. یعنی نه کارمند اونجایی نه کارمند اونجا رسما نیستیم، یعنی هنوز رسما نگفتن که تعدیلیم. خلاصه الان خیلی اینطوری هم که آیا اینا یک نشانه است که باید یک زن خانه‌دار باشی؟ آیا اینا یک نشانه است که بری گل فروشی باز کنی؟ 1 ماه به هم وقت دادن، یعنی به 2 طرف وقت دادن که فکر کنن ببینن شرایط چطوری پیش میره، چی اتفاق میفته تا بعد تصمیم بگیرن. به خدا که گفتم در این 1 ماه من صبر میکنم، ولی اگر نشه میرم مثلا حوزه کاریمو تغییر میدم. حالا خدا وکیلی، ولی این مسیر با اینکه خیلی برام چالش داشته، چالش این که نتونستم کار پیدا کنم، کار ثابت طولانی مدت داشته باشم، ولی یه نقطه خیلی جذابی برای من داشت. این بودش که من خب از کانتنت جدا شدم، یه تایمی توی SEO رفتم و رفته از اون جدا شدم و وارد دیجیتال شدم. مثلا سقفم بعد کانتنت مثلا اینجا بود که بودم واو SEO، ولی مثلا به یه سقف کاری اینجا رسیدم. مهارت هایی که یاد گرفتم خب خیلی بیشتر شد. ناخودآگاه یاد گرفتم استراتژی بنویسم، نمیدونم بنچمارک بهتری انجام بدم، بتونم پیلارهای بهتری برای سوشال در بیارم. اینا به هم اضافی شد صادقانه. اما اینکه از اینجا به بعد چی میخواد پیش بیاد نمیدونم. میشنم فکر میکنم که من تجربه کاری خیلی جالبی داشتم، یعنی عجیب غریب، جالب، محیطای تاکسیک، محیطای خیلی خوب، روابط پیچیده، همه اینا رو تجربه کردم و به نظرم جالبه که بیام هر کدوم رو بعدم بهتون بگم. خلاصه که اگر پیشنهادی داشتین، تجربه مشابهی دارین، خیلی خوشحال میشم بهم بگین. توی دایرکت اینستاگرامم برام بنویسین، آیدی پیجم هم میذارم پایین. ببینم شما چی کار میکنین واقعا، مثلا اگه تو این شرایط مشابه بودین چی کار کردین به من بگین که یه فرجی هم اینجا بشه.